در مقابل این یورش سیلاسا هم و برنامه ریزی شده دسته ایم در واقع. در نتیجه پیامد آن یک زبان عربی دست و پاش کسته است که اگر این ماهواره ها و رادیوها در گذشته و این همسایگی با کشورهای عربی نبود، مشخص نبود که ما به چه سرنوشت بدی دچار می شدیم. من میخوام بگم که این قضیه زبان مردم روستاها و افراد کم سواد و کم ثروت نسبت به زبان شهریان، من میخوام یک چیز تحلیل اجتماعی هم بدم از قضیه. زبان روستاییان و افراد کم سواد و کم ثروت نسبت به زبان شهری ها و باسوادها و ثروتمندها سالمتر مونده. در واقع ما یعنی این قضایا باعث شده که ما نگران حتی تغییر نه تنها ورود یورش واژگانی باشیم، بلکه صرف و نحو زبان ما، گرامر زبان عربی اهوازی هم تغییر پیدا بکنه. این در واقع نگرانی وجود داره، چون ما مشابه این قضیه را از نظر تاریخی در برخی نقاط دنیا دیدیم. مثلا در مالت اینها زبانشون عربی بود، منتها بر اثر هجوم واژگان غربی و بخصوص ایتالیایی این زبان به تدریج تغییر پیدا کرد. اکنون من خودم چون جزیره مالت رفتم و این را از نزدیک دیدم، اکنون شما زبان مردم مالت، جزیره مالت، در واقع صرف و نحوش در واقع عربی نیست، ولی واژگان عربی در این زبان وجود داره. این تغییری است که بر اثر یورش زبان مسلط انجام شده در اونجا. این نگرانی هم برای زبان عربی اهوازی وجود داره. به هر تقدیر من فکر میکنم که مسئله زبان و حفظ هویت زبانی و فرهنگی برای ما همونجور که تأکید کردم یک مسئله مرگ و زندگی است که با در واقع نقشه ها و برنامه هایی که عرض کردم حدود 150 سال است، یعنی اولین هدف ما بودیم، در واقع عرب ها بودند. اینها چون ترک ها در دوران مشروطیت حضور داشتند نتوانستند اونطور که میخواستند و انگیزه های ناسیونالیستشون میخواست، منظورم فارسگرایان، نتونستند در آذربایجان اون بلایی را به سر اونها بیارن که بر سر ما آوردند. یا حتی در کردستان، گرچه خب بعدن یعنی بخصوص در دوره رضا شاه ترک ستیزی به هر حال شکل بارزی به خودش گرفت و همه خبر داریم که چگونه با این مردمان برخورد کردند. به هر تقدیر من در اینجا میخوام به سخنان خودم پایان بدم و آرزو بکنم که ما بتونیم از زبان، فرهنگ و هویت خودمون، اهم از عرب، کرد، ترک، ترکمن و بلوچ، باید سعی بکنیم و تلاش کنیم که از این هویت دفاع بکنیم، چون ایران یک کشور کثیرالمله است، یک کشوری تک زبانی نیست، یک کشور چند زبانی است و تلاش هایی که طی این 80 اندی سال برای آسیمیلاسیون
و حذف زبانی و فرهنگی سایر خلق‌های ایران انجام شده با شکست مواجه شده، گرچه آسیب‌هایی هم به همه ما وارد کرده. آرزوی بهروزی و پیروزی برای همه خلق‌های ایران را دارم. موفق باشید.